درود به همراهان چنل سیتن. ساخت بزرگترین ساختمان جهان در عربستان آغاز شد. ساخت آسمان خراش مکعب در شمال غرب ریاض، پایتخت عربستان سعودی آغاز شد. این ساختمان 400 متری از نظر ارتفاع در صدر فهرست بلندترین ساختمان‌های جهان قرار نمی‌گیرد، اما از لحاظ حجم بزرگترین ساختمان جهان خواهد بود. به گزارش راب ریپورت، مکعب یکی از بخش‌های پروژه مربع جدید در مساحت 19 کیلومتر مربع است. برج خلیفه با ارتفاع 828 متری چند سالی است که بدون رقیب در جایگاه نخست بلندترین برج‌های جهان قرار گرفته. اما عربستان سعودی از چند سال پیش به دنبال شکستن این رکورد بوده است. این کشور حدود 10 سال قبل پروژه احداث برج 1008 متری جده را آغاز کرد، اما این پروژه پس از رسیدن به طبقه 70 متوقف شد. حالا باید دید که پروژه جدید عربستان سعودی به کجا میرسد. نظر شما چیه؟ آیا واقعا عربستان میتونه بزرگترین برج جهان رو بسازه یا خیر؟ و اگر هم میتونه، در چه زمانی و در چه فاصله زمانی میتونه این کار رو انجام بده؟ اگر صدای من رو میشنوید، شما هم یک سیتنی هستید. بدرود.